و در لس آنجلس شهرداری این شهر طی مراسمی 16 سپتامبر یعنی روز کشته شدن مهسا امینی بر اساس تقویم میلادی رو روز مهسا نامگذاری کرد. همزمان شورای شهر لس آنجلس هم نام یک چهارراه رو زن زندگی آزادی گذاشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم علی عمادی ببینیم. به ابتکار و تلاش برخی از ایرانیان شهر لس آنجلس در فاصله 111 روز تا سال روز کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد جمهوری اسلامی، شهرداری لس آنجلس روز 16 سپتامبر روز کشته شدن مهسا به تاریخ میلادی را به یاد مهسا امینی نامگذاری کرد. در این مراسم که در محل شورای شهر لس آنجلس برگزار شد، همه 15 عضو شورای شهر، شهردار و وکیل شهرداری به این نامگذاری رأی مثبت دادند و دکتر ساسان آرانی هنگام سخنرانی در صحن شورای شهر لس آنجلس ضمن برشمردن آزار و اذیت بهائیان ایران به استبدادی که نسل جوان ایران را هدف گرفته اشاره نمود. امروز روز باشکوهی بود به شکوه قلب مهسا امینی و تمام عزیزانی که جونشون از دست دادن، چششون از دست دادن و تورچر بودن و هم اکنون در زندان هستن، مثل توماج صالحی، مثل کسی که پوریا بختیاری که خانواده‌اش از هم پاشید به خاطر این ظلم، و یا فریبا کمال آبادی. در انتهای این مراسم کاتی یاروسلافسکی عضو شورای شهر از ناحیه 5 شهرداری لس آنجلس ضمن یادآوری کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران اعلام کرد تقاطع بولوار وست‌وود و خیابان راچستر در ماه ژوئیه امسال به طور رسمی به چهارراه زن زندگی آزادی تغییر نام خواهد یافت. گزارش علی عمادی، صدای آمریکا، شورای شهر لس آنجلس.